سلام به همه کتاب دوستای عزیز نمایشگاه کتاب. امروز در خدمتتون هستیم با 2 دوست عزیز، تلق و ملق. اما اصلا من با این ندارم. چرا؟ بابا این اصلا اینجوریه که میگه کتاب مثل قرص خواب آور میمونه، همین که میخونمه خوابم. یعنی چی؟ یعنی میری رو حالت استنباط؟ میگم دیگه تا کتاب باز میکنم یه خطشو میخونم، ببین اینجوری یه خط میخونم اینجوری میرم چشام خودش خاموش میشه. خدا ملق، کتاب خواب آور نیست، خیال آوره. بابا خیار الان کجاست؟ الان کجا خیار داریم اینجا؟ بده من یه دونه بخورم، میگم گشنمه آخه از جاوهی بهت میگم. بابا ساکت باش، کارت بخوریم اون چیکم. خیال داخل این کتاباش. کتاب که بخونی میری به عالم خیال، میری به فضا، میری به دشت، جنگل، قصه ها، حتی میری به شمال. شمال بدون ترافیک. ببین ملق، اگه کتاب بخونی هم باهوشتر میشی، هم شادتر میشی، هم آرومتر میشی، هم داناتر. دقیقاً. ایول، پس من میرم یک کتاب میگیرم اسمش باشه سفر با دوغ. بابا سفر با دوغ چیه؟ سفر با ذوق بهتره. خب باشه، از امشب شروع میکنم، ولی الان بریم یه دونه کتاب بخریم بخوریم. ای بابا تو هم که فقط به فکر خوردنی. من تازه اگه وسط کتاب خوندن خوابت هم ببره، یعنی نویسنده تونسته مغز تو یه کله پوک آروم کنه. بابا چی میگی؟ دقیقاً. مگه نه خاله فقط مینا؟ کافیه کتاب و ورق بزنی. خاله مونا اینجا کجاست منو آورده این تلقه؟ راست میگه، اینجا کجاست؟ اینجا خب معلومه اینجا نمایشگاه کتابه. جدی؟ من فکر کردم منو آوردین یه شهر بازی کنین، جایی که همش خوردنی و پشمک و اینجا چیزا باشه بخوریم. نه بابا، اینجا مردم کتاب میخرن، نه بلیت چرخ و فلک. حالا ما اومدیم داخل نمایشگاه، پس تو هم کتاب بخون، بذار دنیا یکم از غذا بیاد بیرون، دنیا قشنگ‌تر بشه. کله پوک. اصلا من تا چیزی نخورم فکرم کار نمیکنه، همینه که هست. پس تا ما با هم میریم از غرفه‌های بیرون برای ملق خوراکی بگیریم، بچه‌ها شام حاضر شین، بیاین نمایشگاه کتاب که چیزی به پایانش نمونده. یا بریم دیگه، اینقدر حالا قرقر کردیم، یا بریم. با کتاب ریشه می‌دوانیم در خاک فرهنگ. در خراسان شمالی، سرزمین فرهنگ، ایمان و ایثار، 14مین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و 12مین نمایشگاه کتاب استان. بعد تو گفتی میریم نمایشگاه، الانم دست خاله مونا یه دونه کتاب روش عکس چرخ و فلک هستش. اون عکسه ولی این کتابه. تو خوراکی تو بخور، ولی بایدش کن بخون. خاله اون کتابه چیه دارین میخونی؟ کتاب چرخ و فلک از انتشارات بهنش. یعنی باید سوارش بشی؟ نه باید بخونیدش. چجوری بخونیم؟ اینجوری. میخونی برامون خاله؟ بله حتما. یه ذره ازت بخونیم ببینیم، این همه از کتاب تعریف میکنین چیه این کتاب؟ گوش بدید میخوام بخونم. به پایین خیابان نگاه میکنم. چند دشمن را میبینم که به سمت ما میآیند. سینا به کوچه آن طرف خیابان اشاره میکند و میگوید برویم آنجا. چرخ و فلک را به داخل همان خیابان هل میدهیم. وسط خیابان که میرسیم چرخهایش به چند سنگر گیر میکند. سینا با عجله میدود جلوی چرخ و فلک و سنگها را برمیدارد. با سرعت آن را هل میدهد و وارد کوچه میشویم. سینا از ترس میلرزد. دست سینا را میگیرم و میگویم باید بدون چرخ و فلک برویم. آخه چقدر قشنگ بود این کتابه. خیلی. ادامه چه واسمون میخونی؟ حتما. سینا با گریه میگوید بدون چرخ و فلک. با فریاد میگویم باید فرار کنیم، دشمن خیلی نزدیک است.
ملک چیه چه خبره؟ خب چیکار کنم؟ دست خودم نیست دیگه. من که از همون اول گفتم که وقتی کتاب میخونیم اینجوری خوابم میگیره. ولی ادامه جمع. برای اینکه ملک خوابش نگیره بیاین یه کاری بکنیم. یکیتون بشه سینا و اون یکی بشه دوست سینا. بیاین با هم کتابا رو بخونیم. منم میشم راوی. خب من این کتابامو بخورم. برید. با کتاب ریشه می‌دوانیم در خاک فرهنگ. در خراسان شمالی، سرزمین فرهنگ، ایمان و ایثار، 14مین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و 12مین نمایشگاه کتاب استان. خب بچه‌ها الان دیگه وقت خداحافظیه. تا یه روز دیگه که شما رو ببینیم به خدای مهربون میسپاریمتون. بچه‌ها نمیخواین خداحافظی کنین؟ حالمون تموم شد بریم. بله. حالا بالاخره قراره بریم دیگه. بچه‌ها خداحافظ. بچه‌ها خدا نگهدارتون. بیاین شما هم پاشین بیاین نمایشگاه. اینجا کلی خوراکی‌های خوب است. کتاب میخورین، خیال میخورین. بچه‌ها حتما کتاب بخونید. به اینجا هم سر بزنید. خداحافظ. 14مین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و 12مین نمایشگاه کتاب استان